بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عرض سلام دارم و ادب و احترام خدمت همه شما گرامیان. امیدوارم هر کجا که هستید در سایه تا فردای متعال و در تلاوت آیات کلام پاکش هر روز و هر لحظه زندگیتان زیباتر از روزها و لحظات گذشته آن سپری گردد. الله رو بی نهایت سپاس از اینکه بار دیگر این توفیق رو نصیب راه ما قرار داد تا به همراه شما گرامیان در درس دیگر از شرح معانی آیات سوره مبارکه البقره گرد هم بیاییم برای تدبر در آیاتی دیگر از این سوره مبارکه قرآن کریم. در درس‌های گذشته به همراه شما گرامیان تا 171 رو پیش رفتیم و در این درس بیاری الله متعال آیات دیگری را به همراه شما گرامیان به تلاوت خواهیم گرفت. در آیات گذشته الله متعال صحبت از موضوع حلال و حرام مطرح فرمود، موضوع رو و از موضوع حلال و حرام سخن فرمود برای ما و ملامت کرد کسانی رو که به دنبال وسوسه های شیطان رفتن، شیطانی که انسان رو امر میکنه به فحشا و منکر و انسان رو امر میکنه به اینکه چیزی بگوید و چیزی نسبت داد بر الله متعال که الله متعال نفرموده است. و در آیه 170 و 171 الله متعال ملامت کرد کسانی رو که وقتی به آنها گفته می شود کلام الله متعال و کلام رسولش که دین الله متعال هست رو بپذیرید، اونها میگن ما پیرو و همان چیزی هستیم که آبا و اجداد ما به ما گفتن. به جای اینکه استدلال بکنن، به جای اینکه تعقل بکنن، به جای اینکه تفکر و تدبر داشته باشن در مورد آنچه انجام میدهند، فقط یک حرف برای گفتن دارن و اون هم اینکه پدران ما، آبا و اجداد ما این کار رو انجام میدادن، ما هم به تقلید از آنها این کار رو انجام میدیم. تقلیدی کورانه، تقلیدی بدون استدلال، تقلیدی بدون اینکه دلیلی برای انجام آن عمل داشته باشند، آن عملی که او رو به دین نسبت میدهند. الله متعال این افراد رو ملامت کرد و گفت اگر آبا و اجداد اینها بر مسیر نادرستی بوده باشند، باز هم آیا از آنها پیروی میکنن؟ اگر اون عرف جامعه شما، اگر آداب و رسومی که شما بر اساس اون رشد کردید و بر اساس اون عمل و رفتار میکنید نادرست باشه، آیا باز هم شما از آبا و اجداد خود و بزرگان خود پیروی میکنید؟ و الله متعال مثالی زد کسانی رو که این گونه رفتار میکنن. الله متعال فرمود حتی دعوتگری که با اینها صحبت میکنه بس به حال اون دعوتگر و این افراد به مانند چوپان نیست و گوسفندانش که وقتی با اونها صحبت میکنه، چوپان با گوسفند وقتی که بخواد خطاب قرار بده گوسفندان رو، آنها جز یک ندایی و یک آوازی از چوپان خود چیز دیگری نمیفهمند و این تعبیر سختی است برای همه کسانی که در برابر یک دعوتگری که از الله متعال و رسولش میگوید و اینها در برابر اون میگویند که ما فقط پیرو آبا و اجداد خود هستیم، الله متعال اینها رو تشبیه میکنه به حیوان چهارپایی که نه فکر میکنه، نه میبینه، نه میشنوه درست. و اینها الله متعال در سوره مبارکه اعراف باز میفرماید لهم قلوب لا یفقهون بها، اینها قلب دارن اما درک ندارن. و لهم اعین لا یبصرون بها، چشم دارن اما بصیرت و بینایی ندارن، حقیقت رو نمیبینن. و لهم اذان لا یسمعون بها، گوش دارند اما حرف حق به گوش اینها نمی رود، نصیحت همه عالم به گوش اینها باد است و اینها نمی شنوند، نرود میخ آهنین در سنگ و اینها متأثر نمی شوند. و در سوره مبارکه حج می فرماید فإنها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور، این چشم ها نیستند که کور می شوند، این چشم دل انسان است که کور می شود. کور حقیقی، نابینای واقعی کسی است که چشم دلش کوره، نه اون کسی که چشم سرش رو از دست داده و با چشم سر نمیبینه. اونهایی که با چشم دل نمیبینن اونها کور حقیقی هستن. و الله متعال اینها رو
این افراد یک حاضر نیستن برای انجام آنچه که به دین نسبت میدن، به نام دین انجام میدهند، دلیلی از کتاب الله و سنت پیامبرش داشته باشند. اینها رو فرمود سمون بکمون عامیون فهم لا یعقلون. اینها کور هستن، کر هستن، لال هستن، به همین خاطر تعقل هم نمی کنن. حاضر نیستن که حتی بشنون، حاضر نیستن که بپذیرن. این مشکل از خود اونهاست. اونها باید یک تحول اساسی در خود ایجاد بکنن، از این حالت بیان بیرون. و این خطر تقلید کورکورانه رو ما نشان میده. انسان مقلد در بحث هایی که خلاف شرع است. انسان در حالت عادی عوام باید تقلید بکنه. شک در این نیست. فاسألوا اهل الذکر ان کنتم لا تعلمون. از اهل ذکر و از اهل علم بپرسید اگر نمیدانید، اما با دلیل. شما وقتی که یک موضوع رو نمیدانید، از یک اهل علمی که میپرسید بگویید چرا، به چه دلیلی شما این موضوع رو گفتید، به کدام آیه قرآن، به کدام سنت رسول علیه الصلاه و السلام، کدام حدیث محل استناد شماست. و این رو باید پرسید و اینطور نباشه که انسان هر چی که درباره دین گفت، خصوصا در بحث اعتقادات بپذیره و قبول بکنه. الله متعال میفرماید در ادامه در آیه 172: اعوذ بالله من الشیطان الرجیم یا ایها الذین آمنوا. خطاب به مؤمنان. اینجا این سومین خطاب به مؤمنان در قرآن کریم است. سومین یا ایها الذین آمنوا. اولی در آیه 104 بود که خطاب به مؤمنان یا ایها الذین آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا. الله متعال آنجا فرمود که شما راعنا نگویید. مفصل در این باره صحبت کردیم قبلا در زمان خودش. و محتوای اون آیه این بود که، یعنی چکیده آیه این بود که ادب رفتاری با رسول الله علیه الصلاه و السلام و احکام او و سنت او رو داشته باشید. هرچه پیامبرتون به شما امر کرده است، چون با وحی الهی مرتبط است و الله متعال حکیم است و فعل حکیم خالی از حکمت نیست، آن را بپذیرید و چون و چرا نیاورید. ادب رفتار با سنت رسول علیه الصلاه و السلام، ادب رفتار با کلام الله متعال رو به مسلمانان یاد داد. و در دومین یا ایها الذین آمنوا، در آیه 153 دعوت به صبر و استقامت در مسیر زندگی و انجام عبادت‌ها و مبارزه با نفس و شیطان و صبر و استقامت بر مصیبت‌ها و غم‌ها و آزمایش‌ها و ابتلاعات مطرح فرمود. در آیه 153 که فرمود یا ایها الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان الله مع الصابرین. و در این آیه 172 سومین خطاب به مؤمنان در قرآن کریم بعد از رعایت ادب و احترام با الله و رسولش و صبر در مسیر آزمایش‌های دنیا، الله متعال از نکته بسیار مهمی برای مؤمنان صحبت می‌فرماید و آن موضوعی است که مقدمه است برای توفیق عمل صالح و موضوع حلال و حرام، لقمه حلال، استفاده از مال حلال. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای مؤمنان، ای کسانی که ایمان آوردید به الله متعال، الله رو به عنوان خالق خود، مالک خود، مدیر و مدبر خود، الله رو پذیرفتید و اعتراف دارید که الله متعال عالم ترین است، بهترین است. الله متعال حکیم است، الله متعال خبیر است، الله متعال علیم است. هر چه می‌فرماید بر اساس یک علمی است، یک حکمتی است، یک درایتی است و او خالق آسمان ها و زمین است. او با این نظم و لطافت آسمان ها و زمین رو خلق کرده و به جزئیات و تفاصیل امور مخلوقات خود آگاه است و هیچ کسی از او آگاه تر به مخلوقات او نیست. ای کسانی که همچین باوری نسبت به الله متعال دارید، کلوا من طیبات ما رزقناکم، کلوا، بخورید، من طیبات، از آنچه که پاک است. طیبات جمع طیبه هست، یعنی پاک و به معنی حلال می آید در این آیه. هم معنی پاک میداد، هم معنی حلال در قرآن کریم. کلوا من طیبات، ما از آنچه که حلال است بخورید. طیبات ما رزقناکم، آنچه رو که حلال است و من الله با عظمت رزق بر روزی شما قرار دادم از آن بخورید. رازق شما من الله با عظمت هست. فقط من الله با عظمت هستم که شما رو رزق بر روزی میدهم. آنچه که رزق بر روزی شما قرار دادم از آنچه حلال هست آن را بخورید. رسول الله علیه الصلاه و السلام در حدیثی فرمود که ای انسان ها، الله متعال شما را خطاب قرار داده است با آنچه که انبیای خود و پیامبران خود را خطاب قرار داده است. و این آیه 51 از سوره مبارکه مؤمنون رو تلاوت فرمود که الله متعال می‌فرماید یا ایها الرسل کلوا من طیبات، کلوا
من الطیبات واعملوا صالحا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا. ای پیامبران من الله با عظمت، مال حلال بخورید تا توفیق عمل صالح نصیبتان گردد. انی بما تعملون علیم. من به آنچه شما انجام میدهید آگاه هستم. این آیه 51 سوره مبارکه مؤمنون رو رسول الله علیه السلام تلاوت فرمود و باز این آیه 172 سوره مبارکه بقره رو تلاوت فرمود و باز در دو متان میفرماد یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. و در ادامه حدیث رسول الله علیه السلام فرمود و چه بسا انسانی است اشعث اغبر، غبارآلود، موهای ژولیده، در سفر به دنبال رزق و روزی می‌گردد و دست بلند می‌کند و می‌گوید یا رب یا رب، و از الله متعال می‌خواهد و می‌طلبد و دعا می‌کند تا الله متعال مشکلات رو حل بکنه، رزق و روزی بده، در زندگی او گشایش بیاورد. اما در ادامه حدیث رسول الله علیه السلام فرمود این فردی که در مسیر سفر هست تلاش هم میکنه، این که فرمود اشعث اغبر، ژولیده موی غبارآلود است، یعنی که تلاش هم میکنه، حرکت هم میکنه، نه که حرکت نکرده باشه یک گوشه نشسته باشه، خیلی هم کار میکنه، خیلی هم تلاش میکنه، خیلی هم سعی میکنه و دعا هم میکنه. اما رسول الله علیه السلام فرمود اما این انسان مشربه حرام و مطعمه حرام و ملبسه حرام، این خوراکش حرام است، نوشیدنی او حرام است، لباسی که می پوشد از راه حرام به دست آمده است و غذی بالحرام، و این انسان استخوان وجودش با حرام تغذیه شده است. فأنی یستجاب لذلک، چگونه الله متعال این دعا رو قبول بفرماید؟ الله متعال دعای این شخص رو چطور قبول بفرماید؟ و در همین حدیث رسول الله علیه السلام فرمود که الله متعال پاک است و جز شیء پاک را نمیپذیرد. الله متعال خودش پاک است. وقتی شما لقمه پاکی میآورید سر سفره خود میگذارید و به خانواده خود میدید لقمه رو، این لقمه تأثیرش رو در وجود میگذارد، در وجود فرزندان شما، در وجود خود شما، در وجود همسر شما، در وجود خانواده شما این لقمه تأثیر میگذاره و این لقمه حلال تأثیرش رو در رفتار نشون میده، برکت در زندگی میاد. این لقمه حلال سبب میشه که انسان توفیق عمل صالح پیدا بکنه. این لقمه حلال انسان رو پیش میبره به سوی رضایت الله متعال. و اگر این لقمه حرام بود، نه تنها دعای انسان قبول نمیشه. در این حدیث چیزی که خیلی مهم است و نکته که قابل یادآوری است، اینکه دعای او قبول نمیشود. انسان اگر لقمه حرام استفاده کرد، اگر درآمدش حرام بود، اگر برای او معاملات حرام و یا حلال زیاد مهم نبود، فرق نمیکنه براش حرامه حلال، مهم اینه که درآمدی داشته باشه و بالاخره پول در بیاره، از هر راهی که در آورد، مهم نیست حرام حلال، معامله ربوی است، معامله دزدی است، این کلاه گذاشتن سر کسی هست، در اون فریبکاری هست، کم فروشی هست، جنس تقلبی رو به مردم فروختن هست، یا هر شیء دیگری که سبب حرام شدن این معامله میشه. برای این شخص مهم نیست. یک چیز مهمه، پول در بیاره، از هر راهی که میخواد در بیاره، ربا هست، دزدی هست، رشوه هست، هر چی میخواد باشه، فقط در بیاره. این لقمه حرام وقتی سر سفره می آید، دعای انسان قبول نمیشه، برکت از اعمال گرفته میشه، برکت از زندگی میرود، توفیق عمل صالح نصیب نمیشود، رحمت الهی در این خانه نخواهد بود، شیطان میاد در این وسط، ارتباطات به هم میریزه، رابطه ها خراب میشه، زندگی از هم میپاشه و به گناه مبتلا میشه انسان. فرزندش طرف میاد و گلایه میکنه که فرزند من این کارو میکنه و اون کارو میکنه. وقتی که بررسی میکنیم، نگاه میکنیم که لقمه‌ای رو که سر سفره میاره براش مهم نیست. حتی چه بسا که لقمه حرام سبب میشه که همسر فرد بهش خیانت میکنه، فرزندانش از کنارش میرن، دوستانش از پیشش میپرن، خودش میمونه و در گناه و منجلاب غرق میشه. لقمه حلال. کلوا یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. ای کسانی که ایمان آورده اید، آنچه که حلال است و پاک است و من از روزی شما قرار دادم از آن بخورید. ما غذایی که میخوریم هم بر جسم ما تأثیر میگذارد و هم بر روح ما تأثیر میگذارد. بر جسم ما تأثیر میگذاره و باید آن چیزی رو بخوریم که به جسم ما ضرر نزند و برای پاک بودنش ماشه پاکی رو باید بخوریم که به ما ضرر نزنه، به جسم ما.
آلوده نباشه، نجس نباشه و میکروب نداشته باشه، تاریخ مصرفش تمام نشده باشه، فاسد نشده باشه و چیزهایی که پزشکان محترم توصیه میکنن رعایت بشه. و مواردی هست که دین اینها رو برای ما ذکر میفرماید. آنچه که در روح و روان ما تاثیر منفی میگذارد. لقمه حرام روح و روان ما رو از بین میبره و جسم ما رو تحت تاثیر قرار میده، هم روح ما رو بیشتر از جسم ما متاثر میکنه و تأثیر مستقیم در زندگی ما دارد. الله متعال میفرماید که شما لقمه حلال بیاورید تا هم جسم شما پاک باشه و حلال باشه، هم جسم شما از او استفاده بکنه و هم روح شما از او استفاده بکند. یا ایها الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم. نکته رو بسیار جدی بگیریم. نگاه کنیم که لقمه‌ای که سر سفره میآوریم از کجا می آید، درآمد ما از کجاست، کسب ما از کجاست. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. و در مقابل نعمت‌هایی که الله متعال به شما داده است، شما همون روزی حلالی که دارید ولو کم باشد برکت میاره در زندگی، ولو این که اندازه کمی هست اما حلال است، همون در زندگی برکت میاره، آرامش میاره. در زندگی شما میبینید که زندگی درآمد کمی دارن اهل خانواده، اما آرامند، اما در اون زندگی آرامش است، در اون زندگی محبت است، در اون زندگی امنیت است، در اون زندگی برکت است، در اون زندگی لطف است، محبت است، گذشت است، احسان است، عاطفه است، احساس آرامش است. اما زندگی رو شما می‌بینید که درآمد میلیونی بلکه میلیاردی دارن اما آرامش نیست، اما اونجا لطافت نیست، اما محبت نیست، جنگ است، درگیری هست، کینه هست، بغض است، اختلاف هست و هیچ احساس امنیت نمی‌کنن اعضای خانواده در داخل اون فضا. الله متعال می‌فرماید اولا اگر می‌خواید آرامش داشته باشید کلوا من طیبات ما رزقناکم. در برابر این لطفی کرده متعال به شما کرده، واشکروا لله، شکر الله متعال رو هم به جا بیاورید. شکرگزار نعمت الله متعال باشید، همیشه شکرگزار باشید. الله متعال می‌فرماید لئن شکرتم لازیدنکم. اگر شما شکرگزار باشید من بیشتر به شما میدهم. انسان باید همیشه شکرگزار الله متعال باشه. شکر کنیم الله متعال به خاطر نعمت‌هایی که به ما داده است. شکر بر چند نوع است. شکر از قلب انسان شروع میشه و احساس آرامش و احساس رضایت نسبت به آنچه را که الله متعال به ما عنایت فرموده است، اون احساس رضایت نسبت به الله متعال از قلب شروع می شود. انسان نعمتی رو که الله متعال داده به انسان، این نعمت از سلامتی، از صحت، از آبرو، از اعتبار، از فرزند، از همسر، از خانواده خوب، از دوستان خوب، از هر نعمتی رو که الله متعال داده. رزق معنای بسیار وسیعی دارد. رزق هر آن چیزی است که یک موجود زنده در زندگی مادی و معنوی خود با آن نیازمند است. الله متعال وقتی که رزق و روزی به انسان میدهد، در برابر او باید شکر نعمت رو به جای بیاورد. این شکر از قلب و احساس آرامش و احساس رضایت از الله متعال و اعتماد بر او و توکل بر او شروع میشه و بعد می آید به زبان. در زبان انسان شکر میکنه الله متعال رو و الحمدلله میگوید و میگوید بار الله ها شکر میکنم تو رو به خاطر همه لطفایی که من داشتیم، به خاطر همه احسانی که به من کردی و به خاطر همه محبت هایی که نسبت به من داشته ایم و من بنده شاکری هستم برای تو. و این شکر زبانی است. و بعد مهمتر از همه اینها شکر و رضایت قلبی و شکر زبانی در اعضا و جوارح در بدن خود انسان، اعمالی رو که انجام میدهد باید بیانگر این شکر باشد. شکر در اعمال مهمترین نوع شکر است. الله متعال می‌فرماید واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. اگر شما فقط الله متعال را عبادت میکنید او رو شکر کنید. شکر اعملوا آل داوود شکرا. الله متعال در جای دیگر می‌فرماید که ای آل داوود شکر الله متعال رو با عمل به جای بیاورید. مهمترین نوع شکر عمل کردن به آنچه الله متعال راضی است و دور کردن خود از آنچه که الله متعال نمیپسندد. انجام دستورات الله متعال و دوری از آنچه که الله متعال ما را منع کرده و گناهان بهترین نوع شکر است. هر عبادتی یک شکر است. انجام عبادت ها بهترین نوع شکر است. ترک کردن گناهان بهترین نوع شکر است. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. شما الله متعال رو شکر بکنید. اگر شما فقط الله متعال رو عبادت میکنید، شکر باید با عبادت خودش رو نشون بده. انسان وقتی میتونه الله متعال رو شاکر باشد که نعمتهای الله متعال رو در راه کسب رضایت الله متعال استفاده بکنه. اگر الله متعال مالی به انسان داده است، این مال رو در راه
کسب رضایت الله متعال استفاده بکنیم، نه در راه کسب گناهان و معصیت‌ها، نه در راه نافرمانی از دستورات الله متعال، بلکه در راه کسب رضایت الله متعال. این مال رو به فقرا، به یتیمان، به مساکین، به نیازمندان خرج بکنه و شکرانه هر نعمتی از جنس خود همون نعمت است. وقتی الله متعال به ما مال میدهد، شکرانه این مال این هست که ما دست بینوایی رو بگیریم، دست فقیری رو بگیریم، نیازمندی رو بگیریم، بیوی رو کمک بکنیم. هر کسی که نیازی داره و محتاج هست، ما از این مالی که الله متعال در اختیار ما قرار داده به نیازمندان بدهیم و این در راه کسب رضایت الله متعال با این کار استفاده بکنیم، نه در راه گناه و معصیت و نافرمانی و دشمنی و همکاری با ظلم و ستم از این مال استفاده بکنیم. اگر قدرتی الله متعال به ما داده است، این قدرت رو در راه دفاع از مظلومین و مبارزه با ظالمان و تحقق عدل و عدالت در جامعه استفاده بکنیم، نه برای سرکوب دیگران، نه برای ظلم به دیگران، نه برای به دست آوردن و تجاوز به حقوق دیگران و به دست آوردن مال آنها و سرقت کردن مال آنها و گرفتن حق آنها و خوردن حق آنها. زمین این رو بگیر، مال اون رو بگیر، شرکت این رو بگیر. این قدرت رو در راه رضایت الله متعال باید استفاده بکنیم، در راه خدمت به مردم استفاده بکنیم. اگر علمی رو الله متعال به ما داده است، این علم رو باید به دیگران یاد بدهیم، برای تعالی و رشد جامعه استفاده بکنیم، برای یاد دادن به مردم استفاده بکنیم، برای اینکه مهره مفیدی در جامعه باشیم استفاده بکنیم، برای اینکه ما شاگردانی مفید در جامعه اینها رو تربیت بکنیم استفاده بکنیم، نه اینکه این علم خودمون رو در راه ضربه زدن به مردم استفاده بکنیم، در راه جنایت استفاده بکنیم، در راه جنگ استفاده بکنیم، در راه دزدی استفاده بکنیم، در راههایی که گناه هست از این علم خود استفاده بکنیم. این علم رو باید وسیله‌ای برای رشد خود و تکامل خود استفاده بکنیم. اگر آبرو و عزت و اعتباری ما داده است الله متعال، این آبرو و عزت و اعتبار رو در راه حل مشکلات مردم، در راه صلح بین مردم باید استفاده بکنیم. واشکروا لله ان کنتم ایاه تعبدون. بهترین شکر عبادت کردن است. کسی که الله متعال به اون نعمتی میدهد و این نعمت رو در راه کسب رضایت الله متعال استفاده میکنه، سلامتی، تندرستی، مال، صحت، همه اینها بهترین نعمت‌هایی است و فراغ بال که در راه عبادت، در راه خدمت به جامعه، در راه کسب رضایت الله متعال و دوری از گناهان باید استفاده شود. در آیه بعد الله متعال بعد از اینکه در این آیه 172 به ما اشاره فرمود که مال حلال بخورید، در آیه بعد برای ما حرام ها رو مشخص میکنه. از اونجایی که ما یک قاعده کلی داریم که در آیه 168 هم اشاره شد که قبل از این گذشت، کلمه متعال فرمود یا ایها الناس کلوا مما فی الارض حلالا طیبا. ای انسان ها، آنچه را که روی زمین برای شما خلق کردم و حلال و پاک است از آن بخورید. اصل بر خوردنی ها، اصل این هست که هر آنچه که در کره زمین پیش چشم ما وجود دارد، چه در روی زمین، چه در دریا و چه در آسمان پرندگان، یک قاعده کلی ما داریم. اصل بر این است که خوردن هر چیزی که وجود دارد حلال است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. یعنی اینکه در کتاب الله متعال قرآن کریم یا در سنت صحیح رسول علیه السلام دلیلی وجود داشته باشد برای نخوردنش و حرام بودنش. خب پس دایره حرام ها بسیار محدود است، بسیار خیلی انگشت شمارن نسبت به حلال ها. یعنی خوردنی ها الله متعال آمده فرموده برای ما این شیء که حالا اینجا در این آیه و آیات دیگر و در روایات رسول علیه السلام برای ما به تفصیل صحبت شده، این موارد حرامن خوردنشان. غیر از این مورد، هر موردی رو که یافتید می توانید که استفاده بکنید. اینجا الله متعال بخشی از این موارد رو ذکر می‌فرماید. انما همانا حرام کرده است که الله متعال اینجا مرجع ضمیر برمیگرده به لفظ جلاله الله در واشکروا لله که در آیه پایان آیه قبل ذکر شد. الله متعال حرام کرده است برای شما، حرم علیکم المیتة. الله متعال برای شما حرام کرده میته را. میته به حیوانی گفته می شود که مرده است، حیوانی که خودش مرده. حالا این حیوان یا خفه شده یا غرق شده یا بیمار بوده مرده، یا در درگیری با حیوانات دیگری مرده، و یا مثلا حیوان وحشی حمله کرده، حیوان شکاری به او حمله کرده، زخمی کرده او رو و او مرده، یا افتاده از جای مرده. به هر دلیلی حیوانی مرده قبل از اینکه ذبح شرعی بشود، گوسفندی،
گاوی، شتری، گوزنی، این حیواناتی که بالاخره جز ممنوعات نیستن. حیوان حلال گوشتی ولی مرغی افتاده و مرده قبل از اینکه ذبح شرعی بشود، این رو میگن میته. الله متعال میفهمد که خوردن گوشت حیوانی که مرده است، یا به تعبیری حالا مردار گفته میشه، حیوانی که مرده است، حیوان خود مرده، حیوانی که خودش مرده، یا بالاخره با مواردی که ذکر کردم همه اینها، مراد حیوانی است که ذبح شرعی نشده. هر حیوانی که مرده قبل از اینکه سر او بریده شود، این حیوان، ولی اینکه زیر دستگاه مرده باشه، مثلا دستگاهایی که مرغی که مثلا حالا شما تو کشتارگاه میبرن این مرغا رو میدونید که با دستگاه کشته میشه عادتاً. خیلی از شهرها چون بالاخره حجم مرغ زیاد است و جمعیت زیاد است، مرغ‌های کشتارگاهی عادتاً این اتفاق میفته، دستگاه تیغش به گلوی این مرغ نمیرسه، مرغ حالا دورتر بوده یا هر دلیل دیگری، و میبینیم که مرغ میره داخل دستگاه همینجوری خفه میشه و میمیره. بعداً مرغ شما از پلاستیک در میارید که صحیح و سالمه، یعنی گردنش هم حتی تیغ هم نخورده، صحیح و سالمه ولی مرده. این میشه مرده حیوانی که مرده است خوردنش حرام است. الله متعال میفهمد که شما حیوانی را که مرده است نخورید. یک نکته رو من اینجا اشاره بکنم. الله متعال هر چیزی رو که برای ما ضرر دارد، برای جسم ما ضرر دارد یا برای روح ما ضرر دارد، برای ما حرام کرد. هر چیزی که خوردنش حرام است حتما یک حکمتی برای آن وجود دارد، ولو اینکه ما با توجه به عصر و زمانی که زندگی میکنیم، از لحاظ علوم پزشکی هم حتی به این حکمت هنوز دست پیدا نکرده باشیم که چه حکمتی وجود دارد، هرچند که هر آنچه که تا ذکر شده و حرام شده حکمت‌های فراوانی رو حتی پیشرفت‌های علمی هم ثابت کرده که برای جسم ما ضرر دارد یا برای روح و روان ما مضر است. الله متعال میفهمد انما حرم علیکم المیتة، مرده رو نخورید، مرده نخورید که برای شما مفید نیست، مرده خوردنش حرام است. و دوم انما حرم علیکم المیتة والدم، خوردن خون. در این آیه الله متعال میفهمد دم شبیه این آیه رو با همین محتوا و اضافاتی در برخی آیات مثل آیه 3 سوره مبارکه مائده، شبیه این حکم رو در آیه 3 سوره مبارکه مائده داریم با تفصیلی بیشتر، در آیه 145 سوره مبارکه انعام هم داریم و در آیه 115 سوره مبارکه النحل هم داریم. دقیقاً همین محتوا رو در این 4 آیه، هر 4 آیه ذکر شده، در آیه 173 سوره مبارکه بقره، در آیه 3 سوره مبارکه مائده و در آیه 145 سوره مبارکه انعام و در آیه 115 سوره مبارکه النحل. تفاوت‌هایی در برخی از الفاظ وجود داره. در سوره مبارکه انعام آیه 145 اینجا دم، خون به صورت مطلق و عام ذکر شده. در آیه 145 سوره مبارکه الانعام الله متعال می‌فرماید دم مسفوحا، خون ریخته شده، خونی که در هنگام ذبح حیوان، سربریدن حیوان از بدن او خارج می شود و می ریزه و حجم این خون زیاد است. قدیم در زمان نزول این آیه و حتی امروزه هم، یعنی مواردی بعضی جاها یافت میشه که اون خون رو وقتی که حیوان رو میکشن، خون رو داخل ظرف‌هایی میریزن و نگهداری میکنن و این خون رو بعداً میخورن. این خون رو حالا یا میپزن میخورن یا همینطوری سر میکشن میخورن. الله متعال میفهمد که خوردن این خون حرام است. خونی که ریخته شده، خون ریخته شده خوردنش حرام است و حکمت‌های فراوانی در این هست. خون مرکز بیماری هاست و میکروب هاست و ویروس هاست و خصوصا در لحظه‌ای که حیوان ذبح میشه دیگه اون خونی که از بدن خارج میشه و قلب با تمام قدرت این خون رو پمپاژ میکنه به سمت خارج از بدن و فرصتی برای تصفیه این خون دیگه پیدا نمیشه که این خون تصفیه بشه و میکروب های فراوانی در او وجود دارد که برای بدن مضر است. و یکی از دلایلی که اصلا خود میته هم در آیه در قبل از این کلمه دم که ابتدا الله متعال فرمود انما حرم علیکم المیتة و مرده‌ای که حرام هست، مثلا گوسفندی که مرده یا گاوی که مرده ذبح نشده، به خاطر اینکه اون خونی که در بدن او هست اون خون بیرون نیامده، اون خون همچنان در بدن مانده، اون خون فرصت بیرون آمدن پیدا نکرده، داخل گوشت مانده و گوشت تازه رو شما با گوشتی که مرده اگر مقایسه بکنیم می‌بینید اون گوشتی که خون داخلش بوده اون گوشت اصلا به سیاهی میزنه و رنگ کبودی داره، در حالی که گوشتی که ذبح شده این گوشت سرخی است و مشخصه که تفاوتی این دو تا گوشت با یکدیگر. و الله متعال میفرماید که این دو مورد حرام است، خوردن مرده که خونش ریخته نشده و خود خون حتی
اینا مراحل الان مرده، خوردن مرده شدت حرمتش کمتر از خون است، چون خود میتی که حکمتاش وجود خون در اوست، خود خون باز حرمتش بیشتره، خوردن خون به صورت عموم حرام است. در روایت رسول الله علیه السلام برای ما از این دو مورد میته و دم، یعنی مرده و خون، دو مورد را استثناء فرمود که رسول الله علیه السلام الله متعال برای ما دو مرده را استثناء کرده و دو خون را استثناء کرده. دو مرده ای که استثناء شدن از میته، یکی مرده ماهی ها هستند. ماهی رو رسول الله علیه السلام فرمود که ماهی مرده از مجموعه مردگانی که ممنوع شده از خوردن آنها استثناء است. چرا؟ چون که به صورت عموم اولا که خوردن آنچه در دریاست، آبزیان تعبیر دیگر، موجوداتی که در آب زندگی میکنن و کل وقتشون رو در آب هستن، نه موجوداتی که نصف وقت در آبن نصف وقت در خشکی هستن، نه موجوداتی که کلاً آبزی هستن، در آب زندگی میکنن، در دریاها یا برکه‌ها زندگی میکنن و نهرهای آب، مثل ماهی‌ها. الله متعال در آیه 96 سوره مبارکه انعام مائده برای ما میفرماید که احل لکم صید البحر و طعامه، برای شما حلال شده است صید البحر، صید و شکار دریا، آنچه که در دریاست برای شما خوردنش حلال است. بر این اساس آنچه در دریا زندگی میکنند، موجوداتی که در دریا زندگی میکنند آبزی هستند و کل وقتشان رو در آب هستند، خوردنشون حلال است. و ماهی رو وقتی که شکار میشه، حکمت الهی برای این است که وقتی ماهی در توری قرار میگیره و شکار میشه، مقدار خون اندکی که در بدن او هست میاد در قسمت آبشش‌های او که در دو طرف حالا گوش ماهی به تعبیری، حالا دو طرف چشم‌های ماهی بالاهایی داره که وقتی باز میکنید زیرش مشخصه. و عزیزانی که در کنار ساحل زندگی میکنن و با ماهی سر و کار دارن میگن میخواید ببینید ماهی تازه است، ببینید که آبشش‌های او سرخ است یا کبود است. اگه سرخ بود معنی این است که تازه صید شده و این خون گویی که از بدن او خارج میشه. به صورت عموم رسول الله علیه السلام فرمود آبزی که میمیرد، آبزی، شما اگر رفتی کنار ساحل دیدید که ماهی همینطور ریختن کنار ساحل، خوردنش مانعی ندارد. و در حالت عادی هم ماهی رو کسی ذبح نمیکنه که ماهی وقتی که صید میشه در داخل تور ماهی گیر با دستگاهی که صید میشه اون ماهی همونجا خودش میمیره. ماهی استثناء شده از این مورد. و دوم ملخ رو رسول الله علیه السلام فرمود ملخ خوردنش جایز است و مرده ملخ رو هم میشه خورد. و رسول الله علیه السلام ملخ رو حلال دانسته است، حتی مرده او رو. حالا اینکه در مناطق ما باب نیست یا ملخی نبوده خورده بشه اون بحث دیگری است، ولی رسول الله علیه السلام فرمود که خوردن ملخ ولی اون مرده او، یعنی ملخی که مرده، طبیعتا مرده به معنی این است که تازه باشه، یعنی که نه که دیگه کرم زده باشه یا بو گرفته باشه، اون یک بحث دیگری است. و دو خون رو هم رسول الله علیه السلام فرمود که خوردنش حلال شده است. یکی الکبد، کبد هست، جگر به تعبیر فارسیش، و طحال با تای دستدار و کسر طحال ما در فارسی بهش میگیم، در فارسی طحال میگویند و همچنین به معنای به تعبیر فارسی جگر سفید هم بهش میگن. جگر سفید ما در شکم حیواناتی که ذبح میشن مثل گوسفند و گاو مثلا، ما یک جگر سرخی داریم که به عنوان جگر معروف است و یک جگر سفید شبیه جگر است اما سفیده، اون رو میگن جگر سفید یا طحال به عربیش. این دو مورد رو رسول الله علیه السلام فرمود خونی که داخل این دو مورد هست این خون خوردنش جایز است. جگر پر خونه دیگه، این خون رو استثناء فرمود. خونی که داخل جگر است و خونی که داخل طحال است، یا حتی اگر خونی داخل بعد از ذبح شدن حیوان در برخی از قسمت‌های گوشت یا رگ‌ها مقدار خون باقی مانده باشد، این اشکالی ندارد. مادر عایشه می‌فرماید که ما احیانا حیوانی را ذبح می‌کردیم و گوشت او رو می‌پختیم و بعضی از خون‌هایی که داخل گوشت بود روی دیگ ما می‌آمد بالا و به صورت زرد دیده می‌شد و رسول الله علیه السلام ما را منع نمی‌کرد از این موارد. این مواردی هستند که از میته و دم استثناء شدن، یعنی اینها رو میشه که استفاده کرد. مورد بعدی که الله متعال ذکر می‌فرماید انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر، و خوردن گوشت خوک رو الله متعال می‌فرماید که برای شما حرام است. گوشت خوک حیوان معروف و شناخته شده است و نیاز به تعریف ندارد. الله متعال برای ما می‌فرماید که گوشت خوک رو نخورید. گوشت خوک رو الله متعال برای ما حرام اعلام کرده است. قبل از این کار به حکمت‌های حرام بودن گوشت خوک بپردازیم. الله متعال خالق ماست
و خالق تمام موجوداتی است که دور بر ما هستند. الله متعال عالم ترین است، حکیم ترین است، آگاه ترین است به مخلوقات خود و هیچ کسی بیشتر از الله متعال نسبت به مخلوقات او شناخت ندارد. الله متعال مخلوقات خود را بهتر از هر کس دیگری میشناسد و میداند چه چیزی به نفع انسان است، برای جسم او و روح او مفید است و چه چیزی برای جسم و روح او ضرر دارد. وقتی که الله متعال فرموده گوشت خوک را نخورید، خب در وهله اول موضوع حل شده است. الله متعال فرموده که نخورید. الله متعال الا یعلم من خلق و هو اللطیف الخبیر. آیا آن ذاتی که آسمان ها و زمین رو خلق کرده است نمیداند ظرافت ها و لطافت های خلقت خود را؟ یقینا میداند. هیچ کسی آگاهتر و عالمتر از الله متعال نیست. همین الان اگر مثلا برای عزیزی گفته بشه که فلان دانشمند در فلان دانشگاه که معتبر جهان که بهترین هست در نوع خود و رتبه اول رو در جهان داره در تخصص خود، او گفته که آقا شما گوشت خوک نخورید به این دلایل که برای جسم شما و برای روح شما ضرر دارد و این مقاله علمی رو فلانی و فلانی و فلانی هم گفتن. خب طبیعتاً خیلی میگن خب مسئله حل شده است، گفتن نخورید و این اتفاق افتاده. یعنی این که الان برای نخوردن گوشت خوک مقاله های علمی فراوانی از سوی غیر مسلمانان، نه تنها مسلمانان، غیر مسلمانانی که اصلا اعتقادی به قرآن ندارن میگویند که خوردن گوشت خوک نه برای جسم انسان نه برای روح و شخصیت انسان مفید نیست و دلایل زیادی ذکر شد که نیازی نیست که ما به این تفاصیل بپردازیم. دلایل بسیار فراوانی برای نخوردن گوشت خوک ذکر کردن دانشمندان و متخصصین علوم پزشکی و کسانی که در بحث تغذیه صحبت میکنن و به همین خاطر خیلی ها در بسیار از کشورها حتی کشتن گوشت خوک و تربیت گوشت خوک در کشورهای غیر مسلمان حتی ممنوع هست و اجازه نمیدن که این گوشت به بازار بیاد و میگن برای جسم و برای روح مضر است. خوک رو الله متعال خلق کرده است برای یک حکمت‌هایی. خوک معروف است که یک مثل جارو عمل میکنه و نظافت میکنه محیط رو که در او هست، میخوره و پلیدی ها رو میخوره، ناپاکی ها رو میخوره، در بین زبال ها زندگی میکنه، در بین نجاست ها زندگی میکنه، نجاست ها رو میخوره و آنچه که میخوره اصلا کلاً همیشه چیزهای ناپاک رو میخوره، چیزهای آلوده رو میخوره و فضایی که زندگی میکنه یک فضای بسیار ناپاکی است و در بین زباله ها و در بین نجاست ها و هر چیزی که میخوره براش اصلا مهم نیست که چی میخوره و چی نمیخوره و همه اینها در وجود او تاثیرگذار است. غیر از این که ولو این که اصلا در فضایی کسی بگه خب ما فضاهای مرتب و تمیز رو میآوریم و او رو تربیت میکنیم، خوک رو در جاهای مرتب و تمیزی، بس تنها این نیست، یک بخشی از اون است. خود ساختار بدن خوک به شکلی است که مرکز انواع میکروب ها و ویروس هاست و ولو اینکه فضای تمیزی باشه خود بدن او این موارد رو در خود دارد و عزیزانی که حالا ارتباط دارن در اروپا آمریکا با اماکنی که در اونجا خوک کشته میشه و اونجا خوک مثلا نگهداری میشه و خوک حتی مثلا کشته میشه و در رستوران هایی که میپزن میگن که وقتی انسان وارد میشه در اون فضایی که این خوک کشته میشه اونجا و اون خوک نگهداری میشه گوشتش یک بوی نامطبوعی اکرمکم الله مثل بویی که در توالت انسان احساس میکنه همچین بوی رو اونجا وجود داره از بس که این جسمش الله متعال در سوره که انعام میفهمد فانه رجس پلید است حتی در کتاب‌های فقهی ما پوست این حیوان هم استفاده کردنش بعد از دباغی هم ممنوع است. یعنی هم پوستش، هم گوشتش، هم شیرش، هم موی او حتی استفاده از او به صورت مطلق حرام است. اینطور نیست که الله متعال هر مخلوقی رو که خلق کرده باشه خب ما اجازه خوردنش رو داشته باشیم. خب سگ هم هست، الاغ هم هست، خب گرگ هم هست، خیلی حیوانات دیگری هم هستن که الله متعال خلق کرده. قرار نیست که هر چیزی رو که الله متعال خلق کرده خورده بشود. الله متعال برای ما میفهمد که گوشت خوک رو نخورید. گوشت خوک مقاله‌های بسیار فراوانی وجود داره به زبان‌های مختلف در اینترنت میتونید مطالعه بکنید که غیر مسلمانان هم به این نتیجه رسیدن که خوردن گوشت خوک هم برای جسم ما مضر است و ضرر دارد، هم برای روح ما مضر است و شخصیت تأثیر منفی بر شخصیت انسان داره. و چه بسا که از اونجایی که خود خوک طبیعت ساختار بدنش اینطور است و هورمون‌هایی که در بدن او وجود داره او رو به این شکل به این سمت رو سوق داده که در رابطه با خوک‌های دیگر هیچ براش مهم نیست که این خوکی هست اون خوکی هست و با هر خوک اطراف خودش رابطه داره. این اخلاق روی خود کسانی که خوک رو میخورن، گوشت خوک رو میخورن هم تاثیر میگذاره. این هورمون‌ها در شخصیت اونها هم تاثیر میگذاره و یک شخصیت لاابالی که براش نه غیرت مهم است و نه محرم و نامحرم مهم است. این طبیعت در وجود خوک هست
و این منتقل میشه به کسی که اون رو میخوره و از لحاظ روحی هم تاثیر منفی دارد بر شخصیت انسان. به همین خاطر الله متعال برای ما و دلایل بسیار دیگری که شاید ما نمیداریم خیلی از اونها رو هنوز الله متعال برای ما حرام کرده است. همین که الله متعال فرموده حرام است کافی است. برای یک مسلمان وقتی که الله متعال رو به عنوان خالق خود انسان قبول دارد و هیچ کسی علم او بیشتر از الله متعال نیست. الله متعال خلق کرده، خودش خلق کرده خوک رو، به ما میگه نخورید. به درد شما انسان ها نمیخوره این خوک. من خوک رو خلق کردم نه برای خوردن شما. معنیش اینه دیگه. برای خوردن شما نیست، برای کار دیگری خلق شده خوک هستن. خوک مثل یک جارو برقی کار میکنه. انسان وقتی که یک جارویی رو تو خونه داره نظافت میکنه، این طرف اون طرف رو بارو دیگر رو جمع میکنه، آیا باز ما اون مخزن جارو برقی رو، اون کیسه‌ای که زباله ها رو جمع میکنه باز میکنیم و از اون استفاده میکنیم؟ هیچ وقت این کار نمیکنیم. پس چرا بعد از خوک استفاده بکنیم و از گوشت خوک استفاده بکنیم که برای جسم ما و برای روح ما ضرر داره؟ انما حرم علیکم المیتة والدم ولحم الخنزیر. الله متعال میفهمد برای شما حرام شده مردار و خون و گوشت خوک. و مورد چهارمی را الله متعال اینجا برای ما ذکر میفرماید. این مورد چهارم از اون موردهای گذشته هم حرمتش بیشتر است. همونطوری که خوردن خون از مردار حرمتش بیشتر بود و خوردن گوشت خوک از خون هم بیشتر بود، یعنی حرمتش بیشتر است. الله متعال در پایان و میفرماید و ما اهل به لغیر الله، و آنچه که اهل نام گرفته شده است. اهل یعنی نام گرفته شده است. ما لفظ تحلیل رو داریم، مثلا کسی که صدا بلند میکنه الله اکبر گفتن رو میگن تحلیل، لا اله الا الله گفتن تحلیل گفته میشود و لا اله الا الله بیشتر برای این لفظ استفاده میشه. به صورت عموم در لغت تحلیل برای بلند کردن صدا استفاده میشود. و ما اهل به لغیر الله، آنچه که صدا بلند شده بر او برای غیر الله متعال، یعنی نظر غیر الله متعال شده. آنچه که نظر غیر الله متعال شده است الله متعال میفرماید او برای شما حرام است. آنچه نام غیر الله متعال بر او گرفته شده، حیوان حلال گوشتی که حالا در سیاق آیه که صحبت از گوشت و حیوانات دارد، الله متعال برای ما میفرماید و ما اهل به لغیر الله، هر آن چیزی که نام غیر الله متعال بر او گرفته شده است او حرام می شود. اگر یک حیوانی نذر بشه، قبلا اینطور بود که حیوانات رو نذر بت ها می‌کردن. مثلا میگفتن این نذر فلان بت است، این نذر فلان بارگاه است. برای بت هایی که عبادت میشد اونها حیواناتی رو نذر می‌کردن و قربانی می‌کردن و اون رو میگفتن این نذر فلان بت است، این نذر فلان بارگاه است. الله متعال فرمود اگر شما یک حیوانی نام غیر الله متعال برای او گرفته شود، بر روی اون حیوان گرفته بشه که این نذر فلان بت است، این نذر فلان بارگاه است، این نذر فلان قبر است، این نذر فلان ولی هست و نذر بشه ولو اینکه بسم الله گفته شود در هنگام کشته شدنش، این هم حرام است. و ما اهل به لغیر الله، برای غیر الله. ببینید تعبیر لغیر الله تنها معناش بت نیست. غیر الله یعنی غیر الله متعال، ملائکه غیر الله هستند، اولیا غیر الله هستند، انبیا غیر الله هستند، همه اینها غیر الله متعال هستند. الله متعال میفهمه هر کسی که حیوانی رو نذر بکنه برای غیر الله متعال و او برای غیر الله متعال کشته بشود، گوشت او حرام می شود، ولو اینکه مرغی باشه، ولو اینکه گوسفندی باشه، ولو اینکه شتری باشه، ولو اینکه حیوانی باشه که حیوان حلال گوشتی است، ولو اینکه این حیوان حلال گوشتی باشه. حیوانات حلال گوشت رو هم اگر نام غیر الله متعال بر روی او گرفته شود اون موقع حرام می شود. کسی که میگه آقا این حیوان نذر فلان بارگاه است، نذر فلان آستان است و این رو برای تقرب به پیش اون شخصی که احساس میکنه پیش الله متعال مقرب است و شفاعت منو پیش الله متعال خواهد کرد، برای تقرب انجام میدن. آن قدیم این کار رو انجام میدادن، پیش لات، هبل، عزا میرفتن و میکشتن و میگفتن که هؤلاء شفعاؤنا عند الله، اینها شفاعت ما رو پیش الله متعال میکنن. این اولیای الله متعال، لات، هبل و عزا مجسمه های اولیای از الله متعال بودن که به نام آنها ساخته شدن و بر این باور بودن که روح آن ولی می آید در این مجسمه حلول میکند. ما وقتی پیش او نذر و نیاز میکنیم، دعا میکنیم، قربانی میکنیم، او رو راضی میکنیم و او میرود پیش الله متعال شفاعت ما رو میکنه و شفاعت او نزد الله متعال رد نمیشود. و میگفتن ما نعبدهم الا لیقربونا الی الله زلفا. در سوره زمر الله متعال میفرماید که عبادت میکردن غیر الله متعال و میگفتن اینها ما رو پیش الله متعال نزدیک میکنن به الله متعال. الله متعال میفرماید که همچین چیزی وجود ندارد، این شرک است. این مورد آخری که الله متعال میفرماید و ما اهل به لغیر الله، آن چیزی رو که الله متعال نام غیر الله متعال بر روی او گرفته شود، این رو الله متعال حرام اعلام کرده، چون این بحث اعتقادی دارد، بحث شرک در او آمیخته است.
نذر غیر المتعال در سیاق آیه قربانی هایی که نام غیر المتعال برای آنها گرفته شود و به صورت عموم و ما اهل به لغیر الله، هر چیزی که نذر غیر المتعال بشود، ولو اینکه این نذر غیر المتعال، نذر فلان پیامبر، نذر فلان امام، نذر فلان ولی، کسانی که این نذرها رو میکنن، این نذر رو به خاطر چی انجام میدن؟ بر این باور هستن که این نذر وقتی من انجام میدم فلان امام، فلان پیامبر از من راضی میشه، من دل اون رو به دست میارم و اون میره پیش الله متعال شفاعت ما رو میکنه. این یک حقیقت غیر قابل انکار است. خب وقتی که ما یک شی رو نذر بکنه فردی برای غیر الله متعال، این یک عبادت است. نذر یک عبادت مالی است، برای غیر الله متعال وقتی انجام بشه میشه شرک. و این نذر دیگه فرق نمیکنه، یک خرمایی باشه، یک کیک یزدی باشه، یک شل زردی باشه، آش باشه، حلیم باشه، این خورشت فسنجونی باشه، قرمه سبزی باشه، خورشت قیمه‌ای باشه، لیوان شیری باشه، یک لیوان آبی باشه، شربتی باشه، هر چی میخواد باشه. نذر است. نذر غیر الله متعال وقتی یک فردی یک شیئی رو نذر میکنه برای غیر الله متعال به این نیت که من این نذر رو برای این ولی خدا انجام میدهم، از من راضی میشود، میرود پیش الله متعال، روح او شفاعت مرا میکند، نزد الله متعال مرا بالا میبرد، درجه من رو، این شرک هست. این نذر جایز نیست. الله متعال میفهمد این حرام میشود. وقتی کسی میاد به شما یک شیئی رو میده میگه این نذر فلان امام است، خوردن این شی حرام است. آیه قرآن میفهمد و ما اهل به لغیر الله، و عجیبتر این است که این آیه بعد از گوشت خوک ذکر شده، یعنی اینکه این حرمتش از گوشت خوک هم بیشتر است. خوردن نذر غیر المتعال از خوردن گوشت خوک و خون و مردار بدتر است، چون بعد از اونها ذکر شده در این آیه. الله متعال اول فرمود مرده، بعد فرمود خون، بعد فرمود گوشت خوک، بعد میفهمد نذر غیر المتعال. هر چیزی که نام غیر المتعال برای او گرفته شود حرام می شود، خوردنش هم حرامه. آقا شما چرا سخت میگید؟ مگر شده آبم حرام میشه؟ مگر قرمه سبزی هم خوردنش حرام میشه؟ مگر مثلا شیرم خوردنش حرام میشه؟ بله حرام میشه. شما یک سیبی رو از یک باغ بدون اجازه صاحبش کسی برداره بدزده بیاره به شما بده، آیا خوردنش حلال است؟ شما میدونی هم که این دزدی است. یک سیب که سیب است، اگه دزدی باشه خوردنش حرام است. مال دزدی خوردنش حرام است. مالی که نذر غیر الله بشه هم خوردنش حرام است. نذر غیر الله خوردنش حرام است. شما کسی اگه حتی آورد به شما داد گفت این نذریه، این نذریه فلان امام است، فلان ولی است، شما حق ندارید بخورید، این حرام است، چون این مشکل اعتقادی دارد. این به روح و روان ما ضربه میزند، به اعتقاد و باور و دین ما ضربه میزند. شما وقتی این رو میپذیری، از او قبول میکنی و میگه دست شما هم در نکنه فلان امام قبول بکنه، از شما روش هم نوشته یا فلان و یا فلان، روش هم نوشته اصلا کلا روش نوشته یا با کشکیه، مثلا روی آش با کشک می‌نویسن یا فلان، یا روی شل زرد با دارچین می‌نویسن یا فلان. این رو اگر شما گرفتی به معنای تایید کار اون، شرک اوست و خوردن این حرام است. خودش فی ذاتی حرام نیست، اون عملی که ورای این وجود داره او رو حرام کرده است. وگرنه در زمان مشرکین و قریش هم اون گوسفندی رو که می آوردن میگفتن یا لات مدد و سر می‌بریدن برای لات، خب اونو که ذبح میشد، ذبح شریک میشد، بسم الله هم میگفتن، چون مشرکین مکه که وجود الله متعال رو منکر نبودن، شریکانی برای الله متعال قائل بودن، مشکلشون این بود. و این مورد بود که سبب شد. اون موقع برای بت بود، الان برای قبر شده، الان برای فلان ولی شده، الان فلان بارگاه شده، فلان آستان شده. و ما اهل به لغیر الله، آنچه نام غیر الله متعال برای آن گرفته می شود حرام است. این رو مواظب باشیم که اینها نکاتی هستند که حرام است. غیر از این موارد رسول علیه السلام برای ما ذکر فرمود که از پرندگان هر پرنده‌ای که چنگال دارد و شکاری از خوردنش حرام است. از حیواناتی که روی زمین هستند، حیواناتی که دندان نیش دارن و دندانهای تیزی دارن که شکاری هستن، مثل گرگ، مثل خرس، مثل پلنگ، مثل شیر و حتی سگ، اینها حرام هستن. حیوانات شکاری خوردن گوشتش حرام است. و در سوره مبارکه اعراف آیه 157 در متون میفرماد رسول الله علیه السلام یکی از ویژگی‌هایی که صفاتی که درباره ایشون میآید که در تورات و انجیل هم اشاره شده بوده به آمدنشان، یأمرهم بالمعروف و ینهاهم عن المنکر، امر معروف میکنه، نهی از منکر میکنه، و یحل لهم الطیبات، و آنچه پاک است رو برای اونها حلال قرار میداد، و یحرم علیهم الخبائث، هر چیزی که پلید است، ناپاک است، حرام است. هر ناپاکی حرام است، هر آلودگی، هر نجاستی حرام است. هر شیئی که پاک است حلال است، هر شیئی که ناپاک است حرام است. من جمله مثلا علما در این باره صحبت میکنن که دود، دخانیات، سیگار، قلیان، اینا چون ناپاک هستن، اینها هم در حکم این آیه داخل هستن و به خاطر همین حرام میشن. و این قاعده کلی است. به هر حال
علامه متون اینجا بخشی رو برای ما ذکر می‌فرماید و این کل آنچه که حرام شده نیست، این یک بخشی است که ذکر شده و در آیات دیگر موضوع شراب ذکر می‌شود. مثلا حرام است که بالاخره اون هم تاثیر روحی و جسمی بر روی ما می‌گذارد و رفتارهای ما رو تغییر می‌دهد. به همین خاطر علامه متون حرام کرده که در وقت مقتضی خودش و آیات مرتبط صحبت خواهیم کرد. در ادامه الله متعال می‌فرماید که فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فلا اثم علیه. هر کسی که اگر کسی مجبور شد در شرایط اضطراری قرار گرفت و غیر باغ و علاقمندی و رغبتی هم به خوردن مال حرام و این ممنوعاتی که اینجا ذکر شده است ندارد، ولا عاد و از حد هم تجاوز نکند، فلا اثم علیه، گناهی بر این فرد نیست. یک فردی در بیابانی در شرایط قرار میگیره، راه گم میکنه، یک مسیری شرایط خاصی قرار میگیره که شیء پاک و حلالی برای خوردن ندارد، حیوانی رو میبینه که مرده است یا حیوانی رو میبینه که جزء ممنوعات است، پرنده شکاری رو میبینه، حیوان شکاری رو میبینه، یا حتی خوکی رو میبینه که مثلا میتونه او رو شکار بکنه و بخشی از بدن او رو بخوره، یا حتی مثلا بطری شرابی رو پیدا میکنه، آب نیست اما بطری شرابی رو یک گوشه پیدا میکنه. علامه متون میفهمند کسی که در یک شرایط اضطراری و اجباری قرار میگیره میتونه که بخوره، برای این مشکلی نیست، اما به دو شرط. یکی این که غیر باغن، با علاقه نخوره، با رغبت نخوره، ولا عادن، از حد هم نگذرد. اگر کسی در شرایطی قرار گرفت که برای خوردن و برای نوشیدن چیز حلال و پاکی رو پیدا نکرد، اما شیء حرامی هست که بخورد، اگر نخورد میمیرد، اینجا دیگه حفظ جان برای او اولاتر است و در درجه اول باید جان خود را حفظ بکنه ولو با خوردن بخشی از این حرام. اونجا دیگه به اندازه نیاز خودش بخورد، به شرط اینکه با علاقه و رغبت نخورد و بیشتر از حدم نخورد. دیگه شروع نکنه دیگه حالا یک شکم سیری حالا بخوره اینجا و بنوشه، نه، به اندازه‌ای که توان داشته باشه و نمیرد. ولی اینکه مجبور بشه دوباره بخوره، حالا مثلا در مسیر داره میره، احتمال داره که یک روز دو روز دیگه هم چیزی پیدا نکنه، بخشی از این چیزی رو که بالاخره یافته نوشیدنی یا خوردنی رو با خود حمل بکنه ولی نخوره، اگر نیاز پیدا کرد دوباره بخوره به اندازه نیاز، غیر باغ ولا عاد. برای این از این آیه شریفه یک قاعده کلی رو فقها استنباط کردن که الضرورات تبیح المحظورات، با حیجمی و وای دسته دار. ضرورت ها حلال میکنن آنچه را که ممنوع شده است و الله متعال ممنوع کرده است. یک ضرورت یک شیء ممنوعی رو به اندازه‌اش، البته و یک قاعده دیگه ما داریم که الضرورات تقدر بقدرها، ضرورت ها فقط به اندازه دفع ضرورت یک حرامی رو حلال میکنه. حالا در خوردنی ها اینجا و یک قاعده کلی است، مثلا نیاز هست یک فردی بره پیش پزشک، خانومی پیش پزشک میخواد بره و پزشک ولو مرد باشه و هیچ پزشک دیگری نیست و متخصص مثل این نیست مثلا، و حالا مجبوره بره، یا حتی مردی مجبوره بره برای درمان بیماری خود، بیماری که در بخش عورت بدن او هست مثلا، پزشک باید ببینه. خب دیدن عورت ممنوع است، اما خب اینجا چاره‌ای نیست، پزشک باید ببینه. خب وقتی پزشک میبینه دیگه نیازی نیست که کل عورتش رو طرف برهنه بکنه که پزشک ببینه. الضرورات تقدر بقدرها او بقدرها، یعنی به اندازه‌ای که نیاز هست، هم مقداری که نیاز هست، هم مقدار زخم رو جای زخم رو نشون بده. یا اگر خواهری مثلا میخواد بره پیش پزشک مرد، نیازی نیست که دیگه تمام حجاب خود رو کنار بگذاره، عورت خود رو آشکار بکنه که پزشک محرمه، نه، به همون اندازه، اونم در وقت ضرورت، اگر پزشک دیگری نباشه، اگر بدیل دیگری نباشه، اگر مجبور باشه، اگر هیچ راه دیگری نیست و هیچ کس دیگری نیست، اونم به همون اندازه خودش و نه باید سوء استفاده بشه از این حکم. و این هم به خاطر لطف الله تعالی بندگان اوست. ان الله غفور رحیم، الله تعالی بسیار بخشنده و بسیار مهربان است. الله نمیخواد که به کسی سخت بگیره. ما جعل الله علیکم فی الدین من حرج، الله تعالی در دین برای شما حرج نگذاشته است. لا یکلف الله نفسا الا وسعها، هیچ کسی رو الله تعالی بیشتر از حد توانش و از او طلب نمیکند. و همچنین آیات مختلف دیگری ما در این باب داریم که یرید الله بکم اليسر و لا یرید بکم العسر، الله تعالی برای شما اراده آسانگیری دارد، سختگیری ندارد. الله تعالی در صورتی که حالت عادی باشه به شما نمیخواد ضرری برسه در جسم شما، در روح شما، اما در شرایط خاص و اضطراری اون موقع دیگه اجازه دارید به اندازه غیر باغن ولا عاد، به اندازه‌ای که نه علاقه رغبت داشته باشه، طرف خودش علاقمند باشه به این کار، ولا عاد، نه اینکه از حد بگذرد. غیر باغن ولا عاد تفاصیل زیادی داره که فقها در این باره بسیار صحبت کردن. در ادامه الله متعال میفرماید ان الذين یکتمون ما انزل الله من الكتاب، کسانی که کتمان میکنن آنچه را الله متعال نازل فرموده از کتاب‌های آسمانی،
در زمان نزول این آیه، در زمان رسول الله علیه السلام، مراد این آیه اهل کتاب بودن، یهودیان و مسیحیانی که کتمان میکردن آنچه را در تورات و انجیل نسبت به رسول الله علیه السلام ذکر شده بود، صفات ایشان و آمدن ایشان و ویژگی‌های ایشان و ایمان آوردن میشه. خصوصا یهودیان در مدینه که تورات داشتن، ولی همون توراتی که تحریف شده بود در دست آنها، باز هم در آن صفات رسول الله علیه السلام و ویژگی‌های ایشان آمده بود. و در همین سوره هم در 146 داشتیم که مطابق فرمود الذین آتیناهم الکتاب یعرفونه کما یعرفون ابناءهم. کسانی که مطابق آنها کتاب داده بود رسول الله علیه السلام را به خوبی میشناختند، یقین داشتن این پیامبر آخر زمان است، همونطور که مطمئن بودن فلانی فرزند من است. علی مطابق میفرماید ان الذین یکتمون ما انزل الله من الکتاب، کسانی که کتمان میکنن. شأن نزول درباره آنهاست، اما به صورت عمومی قاعده تفسیری داریم که العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. عبرت گرفتن از آیات قرآن با اون عموم لفظ آیه است، نه درباره شأن نزولش فقط. این آیه به صورت عموم درباره هر کسی است که حکمی که در کتاب‌های آسمانی آمده است او رو کتمان میکنه. یک آیه‌ای هست، حکمی هست، او رو کتمان میکنه. ان الذين یکتمون ما انزل الله من الکتاب و یشترون به ثمنا قلیلا، و میفروشد این حکم الهی رو، دستور الهی رو به یک بهای اندک و ناچیز و پول میگیره، فتوا میده، کتمان میکنه. یک جای بعد یک حکمی رو بگه، اما این حکم، این آیه قرآن، این دستور الهی اگر گفته بشه با منافع فلان تاجر سازگار نیست، با منافع فلان دوستش که در شرایط سختی در اون شرایط قرار داره، در یک شرایط خاصی سازگار نیست. اگر این آیه رو بگوید با منافع رئیس، مدیر، وزیر، پادشاه سازگار نیست. به خاطر اینکه دل اونها رو دست بیاره، اونها رو نارنجانه کتمان میکنه یا تحریف میکنه. اینجا هم به معنای تحریف است، هم به معنای تأویل غلط و باطل است. همه این دو رو در بر میگیره. یکتمون ما انزل الله، کتمان مخفی کردن آن شیئی است که اشد نیاز به آن وجود دارد. کتمان مخفی کردن یک شیئی در وقتی که اشد نیاز به آن شیء هست میشه کتمان. کسانی که کتمان میکنن آیات قرآن کریم رو در شرایطی که امت شدیداً نیاز داره به بیان این آیات و حقایق برای آگاه شدن امت، علمایی که علمای دربارن، علمایی که علمای تجارن، علمایی که مصالح و منافع فردی و شخصی خود رو بر کتاب الله متعال ترجیح میدهند، از این میترسن که منبر و بالاخره دم و دستگاه اونها به خطر بیفته، مردم دیگه به اونها باج ندن، مردم بیان پول ندن، مردم به اونها خمس ندن، مردم به اونها سرمایه های خودشون رو نیارن و مردم از پیش اونها بگریزن. اینها الله متعال میفهمد اولئک ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها در حقیقت اون پولی رو که میگیرن هر چقدر هم که زیاد باشد باز هم نسبت به آنچه پیش روی آنهاست بسیار کم است. و ما یأکلون فی بطونهم الا النار، اینها نمیخورند در شکمهای خود مگر آتش. این مالی رو که گرفتن در برابر فتواهای نادرستی که میدهند، در برابر رعایت حال باداران خود و سرداران خود و ولی نعمتهای خود و کسانی که رئیس رؤسای اونها هستند، به نفع اونها فتوا میدهند، به نفع اونها آیات قرآن رو، آیات کلام وحی رو توجیه و تأویل میکنند، قائل به تحریف آیات قرآن کریم هستند. این افراد در نمیتونن میفهمند. اینها ما یأکلون فی بطونهم الا النار، آتش میخورن. آتش میخورن، این آتش به دست میآورن. ما مثلا میگیم فلانی زمین‌های فلانی رو خورده. خب این معنی نیست که اون زمین رو رفته خاکاش رو خورده. این معناست که اون زمین رو به دست آورد. اینجا هم ما یأکلون فی بطونهم الا النار تشبیه شده که اینها مالی رو که دارن میخورن در حقیقت انگار که آتش میخورن. اینها نتیجه میشود که با آتش میافتن، آتش به دست میآورن، به دوزخ میافتن. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، و الله متعال میفهمد بزرگترین عذابی که اینها میبینن این است که الله متعال روز قیامت با لطف و احسان با اینها صحبت نمیکنه. ولا یکلمهم الله یوم القیامه، الله متعال با اینها کلام نمیکند، صحبت نمیکند روز قیامت کلامی که با لطف و احسان باشد. وگرنه الله متعال روز قیامت با کافر هم صحبت میکند، اما صحبتی که با غضب است، با توبیخ است، با ملامت است. در سوره مؤمنون الله متعال میفرماید به اونها گفته میشه قال اخسئوا فیها ولا تکلمون، بتمرگید در دوزخ. بسیار تعبیر سفت و سختی است و الله متعال با اونها با لطف و احسان و محبت صحبت نمیفرماید. الله متعال اونها رو با خشم و غضب صحبت میکنه و از آنها ناراض است. ولا یزکی، اونها رو پاک نمیکنه. نه در دنیا این توفیق عمل صالح رو به آنها میدهد
کسانی که کتمان میکنن حقیقت رو به خاطر منافع خود و دیگران. بدبخت کسی است که دین خود رو به دنیا میفروشد و بدبخت‌تر از اون کسی است که دین خود را به دنیای دیگران میفروشد. کسی که آیات کلام الله متعال رو کتمان میکنه برای به دست آوردن دل فلان حاکم، دل فلان قدرتمند، دل فلان تاجر، دل فلانی و فلانی، تحریف میکنه آیات رو، کتمان میکنه آیات رو، حقایق رو نمیگه، میترسه از منافع خودش و دیگران و به خطر افتادن منافع خودش. این انسان بدبخت‌تر از اون انسان اولی است که دین رو به دنیا فروخته، این دین رو به دنیای دیگران میفروشد. از این بدبخت‌تر کیست؟ الله متعال میفهمد روز قیامت اینها آتش میخورند و روز قیامت الله متعال با لطف احسان با اینها صحبت نمیکنه. ولا یزکیم، توفیق پاک شدن در این دنیا به آنها نمیدهد و توفیق رشد به آنها نمیدهد و در آخرت هم اینها پاک نمیشوند، گناهان اونها بخشیده نمیشه و الله متعال اونها رو پاک نمیکنه که ببخشه و به بهشت بروند. ولهم عذاب علیم، و عذاب بسیار دردناکی پیش روی آنها است و اینها در دوزخ عذاب بسیار دردناکی خواهند داشت. اولئک الذین اشتروا الضلالة بالهدى، این همون کسانی هستند که خریدند گمراهی را به قیمت هدایت. هدایت رو فروختن و گمراهی رو گرفتن. هدایتی که انبیا با آنها گفتن، اولیا با آنها گفتن، دعوتکاران با آنها گفتن، آیات قرآن با آنها گفته شد و آشنا شدن با حق و حقیقت اما نپذیرفتن. اینها کسانی هستند که بیشتر اهل علمن. اینها کسانی هستند که راه رو بلد بودن اما این راه رو به خاطر منافع دنیوی خود، به خاطر پست و مقام خود، به خاطر کرسی خود و جایگاه خود کتمان کردن. اینها ضلالت رو خریدن به قیمت هدایت و العذاب بالمغفره، و همچنین خریدن عذاب رو به قیمت بخشش. به جای اینکه بخشیده بشن عذاب رو به سمت خود گرفتن. فما اصبرهم علی النار، و چه صبورند بر نار. تحت لفظ شیمش فما اجرأهم علی النار، اینها چقدر جرأت دارن بر نار، بر آتش. اینو نمیدانن که آتش پیش روی آنهاست، نمیدانن که حساب کتابی است، نمیدانن که مرگی است، نمیدانن که دنیای دیگری است. این کسانی که آشنا هستند با کتاب الله متعال اما به خاطر منافع حکام، به خاطر منافع تجار، به خاطر منافع قدرتمندان و سیاست مداران و ثروتمندان تحریف میکنن، فتواهای باب دل آنها میدن، گناهان آنها رو توجیه میکنن، اشتباهات آنها رو توجیه میکنن، به نفع آنها رفتار میکنن، تعبیرهای غلط میکنن، کلام الله متعال رو تعبیرهای نادرست میکنن تا اونها از اینها راضی بشن. اینها چقدر جریح هستند، چه چیزی اینها رو جرأت داده بر آتش دوزخ که این گونه رفتار میکنن. ذلک بأن الله نزل الکتاب بالحق، این عذابی که شامل حال اینها میشود و این عذابی که دامنگیر اینها میشود به خاطر این هست که نزل الکتاب بالحق. الله متعال بأن الله نزل الکتاب بالحق، الله متعال این کتاب رو، کتاب‌های آسمانی رو برای بیان حق فرستاده است، برای این نزول کرده این کتاب‌ها و نازل شده است که الله متعال حق رو به بندگان خود برساند، حق برای آنها آشکار بشه، راه رو پیدا بکنن، حق رو از باطل تشخیص بدن و به سراغ باطل نروند، تا علما این حق رو برای مردم بیان بکنن، تا این حق بیان شود، نه اینکه کتمان گردد، نه اینکه تحریف گردد، نه اینکه در راه منافع دنیوی مردم استفاده شود. ذلک بأن الله نزل الکتاب بالحق و ان الذین اختلفوا فی الکتاب، و کسانی که در این کتاب دچار اختلاف شدند لفی شقاق بعید، اینها در گمراهی و ضلالت دوری از حقیقت قرار دارند. اینها خیلی دور رفتن. کسانی که کتاب‌های آسمانی گذشته تورات و انجیل رو کتمان کردند، تحریف کردند، صفات محمد مصطفی علیه السلام رو به پیروان خود نگفتند، با آنها نگفتند که پیامبر آخرالزمانی می آید به نام محمد مصطفی علیه السلام و با آید به او ایمان بیاورند و کتمان کردند این حقیقت رو به خاطر حفظ منافع خود، به خاطر حفظ جایگاه خود، به خاطر حفظ ثروت و قدرت خود. الله متعال میفهمد اینها در یک گمراهی و ضلالت دوری هستند. و هر کسی که آیات کلام الله مجید رو هم، قرآن کریم رو هم این گونه با او رفتار بکنه که به نفع دیگران فتوا بدهد و حقیقتی که در این آیات هست رو کتمان بکنه و وسیله‌ای بکنه برای به دست آوردن مال دنیا و منال دنیا و قدرت دنیا، در این آیه داخل است. الله متعال به ما شما توفیق بده آیات کلام الله مجید رو همگونه که شایستت بفهمیم
و توفیق عمل به محتوای آن نصیب فرماید و استقامت بر این مسیر و حسن خاتمه نصیب گرداند. تا دیدار دیگر همه شما سروران بحر متان میسپارم. الله یار و نگهدارتان.